جوانان بسیار پروبلم دارن. مثلا انگلیسی من فکر می‌کنم که هر یک دانشجو مثلا اول برای دیر نکردن با دانشجو نقلیه و تامین نیست. باز مثلا دوستان میتونه است که دانشجو مثلا آزاد نمیمونن، مثلا سر و لباس آزاد میگن، حالا که مثلا سر و لباس یگان مثلا دانش وی معین کردن نمیتونه و دانشجوها بسیار از استادان میترسن، آزاد بیانی ندارن، چون که فکر میکنن که قصد میگیرد استاد. قصد این چیز به نظر میرسد که استاد قصد میگیرد یا اینکه من خارج میکنه گفته آزاد فکر بیان کردن نمیتونم. پرابلم هم نیست، فقط مقصد اساسی برای جوانان فقط خواندن. دولت ما برای جوانان همه شرایط های امکانیت ها رو مهیا کردگی. ما جوانان باید به این امکانیت ها مناسب جواب داده توانیم و مقصد ما فقط خواندن باشد. این کتابخانه ها، همه این شرایط ها در دانشگاه ها، این بیناهای نو برای دانشجویان ساختن، به این مناسب جواب دهیم. من امروز بسیارتر مردم از روی بیکاری زحمت میکشند، چون که امروز در تاجیکستان ما بیشتر جای کار یافتن مشکل است و دانشجویان ما در جزیره در شهر که دانشجویان میخوانند بسیارتر از طرف مالیوی عذاب میکشند، از قشلاق‌های دور میبیایند و در اینجا خواندن مشکل تر. شخصا من میخواستم بعد درس وقتی بیکاری خودم صرف نکنم و یگان جا کار روم. میخواهم که بسیارتر پرابلم های اجتماعی اقتصادی و سطح تعلیمی دانشجویان بسیارتر حل کرده شود، چون که امروز میبینیم که جمهوری تاجیکستان که 60% اهالیش جوانان هستند امروز تشکیل میدن که امروز گویم که پرابلم با جای کار تامین کردن جوانان، با منزل زیست و سطح بهبرداشتن سطح حسی وطن دوستی آنها و بلند برداشتن سطح معنویات جوانان رو هم با کوشش به خرج دهیم. 46% اهالی تاجیکستان سطحش کم بضاعت است. اگر گویم که بعضی دانشجویان هستند که مثلا از حساب پدر و مادرشون در مهاجرت هستند، در همان سطح تحصیل میکنند، از دهات آمدگی هستند. خوب جوانان کم وقتی جایگذاری دارند، جایی که وقت گذاری کم دارند، بیشتر از این لحاظ بیکارگردی میکنن، در راهها وقت میگذرانن، به کارهای ناشایسته دست میزنن. خوب میشد اگر محفلات تشکیل کرده میشدن، کلوب ورزشی هستن که دیگر نوع کلوب و محفلات جای دلخوشی که اونا فقط شبانه فعالیت میکنن، لیکن برای روزانه وقت گذرانی جای نیست. از این لحاظ خوب میشد اگر یک جا مؤسسات تشکیل داده شوند برای وقت گذرانی جوانان. من از ناحیه جیرگتال هستم. از ناحیه ما بسیار دخترها میخوانند و مشکلی آنها بسیارتر در این است که آنها پس از درس ها میخوان در یک جا کار کنند، اما نمیتونن. این گونه جایها کم هستند. با فکر من هم مشکلی نیست. بیشتری آنها در خوابگاه میشنن، باز قسمی کمی آنها در خانه های شخصی نیستن یا که در خانه های اجاره. یک موقع امروزا بسیار شرایط وزین است، باز مخصوصا برای رفتن آمدن بسیارتر امروزا مشکل به نظر می رسد. در یک ماه 200-300 سومانی صرف میشه. استیپندی که از طرف دانشگاه داده میشد کم است، با یگان خیلی میشد اونه که بعد بسیار چیز نمیرسد. 35 سومانی و هر یک جوان البته فکر میکنم که باید کنی با دانش اندوختن یا بیشتر یعنی که مایل رغبت داشته باشد، چون که البته با همگان معلوم است که یعنی که جامعه ما یعنی عصر 21 یعنی که عصر تکنیک و تکنولوژی است و در پیشرفت یعنی که بسیارتر از تکنیک و تکنولوژی یعنی که برخوردار شوند، چون که یعنی که عصر 21 و ممکن است یعنی که سالهای پیشنه باز یعنی تکنیک و تکنولوژی رشد رود و شهروندان با همین وسیله میتوانند که سهم در جامعه یعنی گذارند.